من نگاه میکنه آجی من دلغک کردم. امروز اومدیم با یه چالش جدید، ارزون ترین و گرون ترین همبرگر اصفهان رو می‌خوایم براتون تست بکنیم به همراه مسیح. یو گایز چطورید بچه‌ها؟ مسیح هیدری. خب بچه‌ها این آریکوکسر فیک از منظره لذت داره. اینجا دارن فوتبال میزنن. ای وای. لیگ برتر ایران. اوه چه حرکت دایی به قشنگ. مسیح جان یه بشکن بزن، ما میریم سمت ارزون ترین همبرگری. لیتس گو. چها ما داریم میریم به سمت ربات دوم. الان داخل ربات دومیم. یکم بعد بریم جلوتر. اینجا یک همبرگری ما داخل اسنپود پیدا کردیم 70000 تومان. سبحان الله. اوورکت خرد میشه. نظرش بچا سایلنت. مسیح نظر تو چون 70000 تومان چه گوشتی بهمون میدن؟ گوشت سگ یا گوشت گربه؟ تاجا خیلی بس خیلی واجی. خب بچه ما رو الان رفتیم اونجا ثبت سفارش کردیم. سه عجیب این که داخل اسنپود 70000 تومان، اونجا 65 تومان. داخل اقتصاد ما این میره به بالا، این همبرگر قیمتش میاد به پایین. دقیقاً روز به روز داره ارزان‌تر میشه. ما یه چیزی که فهمیدیم که نون باگت نیست این همبرگر، ولی چه جالبیه که نونش داخل نون باگته و برخورد یارو هم بد نبود. چا آره به نظر من که برخورد خوب بود. حالا مزه و فوکوس مال صورت. نظر همکار محترم آقای مسیح هم ازش بپرسم و ببینم اونجا از نظر ایشون چه جوریه. من به عنوان کارشناس بیمه حوادث نظر خاصی راستیتش ندارم. به نظرت پرسنل محترم بود؟ پرسنل راستیتش نمیدونم، احساس میکنم که اون لاچاک نونو با جای نه یکم یارو تعجب کرد ما 2 نفر یه دونه همبرگر گرفتیم. آره یارو فکر کرد ما بدبخت بیچاره و هوملسیم. هوملسه مثلا از آمریکا اومدیم با این سر و تیپ. کجا بچه‌ها اینجا فکر می‌کنید کجاست؟ اینجا زینبی است. بچه‌های اصفهان میدونن زینبیه. بعد چرا با دوباره داره گل نرین بهمون. آقا ما الان میریم غذامون که آماده شد، غذا رو میگیریم و میبریم همون پارتی که رو گرفتیم و میخوریمش. نیاز الکل والا خوبه در کل والا باقی لازمه مست کنیم و بشیم. همبرگر 70 تومانی 75 تومانی با آب 65 تومن 65 تومن با آب چقدر؟ 67 67 آب 2 تومن. آب 2 تومن حساب کرده. داداش اشتباه. من حساب کنم تخفیف داد بهمون. اشتباه بچه‌ها خفت شد. مسی توشو میخوای نشونمون بده؟ توش که دیدنیه، توش واقعا هیچی نیست. آره عملاً احساس بذاری من یه کمی بیشتر باز کنم که ببینم اون قشنگ توش هیچی نیست. دوستان لاش گوشته. چرا لاش گوشته واقعا 30 سانت اول که نونه بچه‌ها. به نظرم 30 سانت اول بکنیم. دقیقاً من منظورم کم شده اینجوری این خالی. ایوا ببین سبحان الله. سبحان الله. سعی کنین مثل من نباشی، آدم باشی. نه واقعا نه جدی چیه؟ خوشش اومد و بچه‌ها بیشوخی به شدت تنده. خوزه‌زاری بودی به شدت فاکینگ تنده، یعنی واقعا تنده. و اینکه همبرش هم همبر سیرکنیه، یعنی راجع گوشتش توضیح بده. خدا لعنتت کنه با این خیلی تند بود پسر. آقا به بچه‌ها پیشنهاد می‌کنی 65 تومن رو بیان بدن یا 65 تومن؟ کیک و شیرکاکائو این لقه. اوکی خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها هیچ وقت فکر نمی‌کردم به دست یک همبرگر کشته بشم، حقیقتش تلخه، ولی خب شما سابسکرایب کنید شاید. البته خب ما دلیل جابجاییمون هم این بود که یک مرد با انقدر بیش و
چاقو شاید مثلا تو اینجا و یک اسلحه اینجا. مجبور شدیم که جابجا کنیم لوکیشنو. وقتی میگم زینبی است شوخی نمی‌کنم، واقعا زینبی محمدیه بچه‌ها زینبی. از زینبیه بدتره. آره اینجا کمی خفتگاه خوبیه، مراقب خودتون آره. باشید. البته اگه نیاز به مواد مخدر هم داشتید احتمال زیاد از همین افرادی که اینجا قطعا میتونید تهیه کنید. یه کوچولو به نظر نمیرسه مواد بهداشتی توش به کار باشه، ولی خوب یارو از گوشت حالا جدی بخوام باهات صحبت بکنم، موادی توش خوبه ولی گوشتش خوب نیست و گوشتش مزه ادویه به شدت عجیبی میده. یعنی مثلا هیچ گوشتی نیست ولی با اساس ترکیب شده که واقعا تنده بچه‌ها. خب دوستان بسه دیگه کسیرا. الان می‌خوایم بریم گرون ترین جایی که این منطقه پیدا میشه به نام فست‌فود دولوپی، واقع در 5 طبقه. می‌خوایم بریم اونجا یک همبری هم تست کنیم که ببینیم کدوم بهتره. لیتس گو. برو داداش. خب دوستان ما از زینبیه کامبک زدیم اومدیم بالا شهر بابا ما از ربات دوم از ربات دوم اومدیم بالا شهر اصفهان. یعنی از اونجا خرید کردیم بچه‌ها. آره. اون برای خیلی اونجا دولوپ ببینید. اوه آنباکسیدم. ببین تو مکدونالد هم همچین چیزی بهت نمیدن. میزنن سلامتی بچه‌هایی که خارجن. خواهیمانشون آریا کوکسر مثلا. آریا کوکسر اگه داری این ویدیو رو میبینی فکر کنم من فیمساجی 5 سال پیشم که ویدیو گرفتم. خب مشتی بزو بره پایین. اوه ببین بچه شادی اینگونه به خانه شما میاد. واقعا خوشمزه بود. نه بیشتر جدی خوب. جدی خوب. ببین اختلاف قیمتش بسیار زیاده. ما اختلاف قیمت دو تا برگر 3 تا برگر اون میشه. به نظر مردم اینو بخورن یا اونو بخورن؟ بیان اینو بخورن. واقعا بیان اینو بخورن. خیلی خوشمزه است. نه بیشتر که دوستان این برگر واقعا برگر خوشمزه. یه نونش میبینید نونش واقعا نون خوشمزه بود. بعد من پیاز میبینم، کاهو میبینم، سس میبینم، برگر رو میبینم گوشتش نسبت به اون یکی از لحاظ شکلی و شمایلی بهتره. مزه‌ش هم واقعا بهتره. من یه گاز دیگه میزنم و تمام. با لذت میشه خورد اینا. جای نشستن هم داره. اون خوزستانی نداشت. اون خوزستانی نداشت ولی اینجا جای نشستن داشت. ولی چون ما می‌خواستیم ویدیو بگیریم اومدیم حالا اینجا. آره کپی رایت یه جا کم کردیم. آره ولی خوشمزه است. پیشنهاد میکنم. قیمتش هم 200 لوکاتیون هم در 5 طبقه فست‌فود دولوپی بله. خب بریم سراغ تست آقای آرتین تستر ببینیم که چه خبره. خب بچه‌ها اومدم تست کنم براتون و من نظر واقعی رو بگم چون مسیح معمولا دروغگوی اینا رستوران یکم خوس محتویات که برگر، پیاز، کاهو، پیازا هستن جدی خدا. پیازش احساس کردم جدی خیلی بهتر از اونه. جدی اگه میخواید به 65 ثانیه بگیرید 3 تا نخرید بیاد یکی از اینا بخرید. آره خلاصه به نظر من خوشمزه است.